دیگه کاسه ارمنی کنه، البته نوش نم کنهایش میگرفتیم و بردی پشت کویگاه و مرافتی. دیگه این سالم روزه دوستا مردی که دیگه پیش از سال نو ماد بخیر، سال دیگه جان گفته گاه که قدر باد بوده قدر یخیم کده، خاتونم گفته که سمور باد قاده قچرهای خانه رو میگرفتی سفید میکردی دیگه اونایش که شوی بود در جای مو بود. شوه کشکی پس با میان برون ما، در دیدونی همه یاران برون ما. نمفامه چقدر دلتنگ شستم، دیری سلسال دلی ویران برون ما. با درود سلام خدمتی یک شما دوستا هموطنا بیننده های خوبیم. امید که جانشم جور، وقتشم خوش، حال دلشم خوب باشه، دلشم شاد، لباشم پر از خنده و از گزند روزگار در امان باشین. عزیزای دل از موری دیق نباشین، خدای نخواسته. دیگه دوستای خوب و نازنین خوش آمدین در برنامه دیگه از ما. دیگه عزیزای دل طرفای از ما دیگه برعکس شده. زمستو قدر یخی نبود، یال که زمستو برم شه و بر شده بخیر. دیگه طرفای از ما خیلی یخ شده. ما کمپل ده بلیخو اندختم که خیلی هوا سرده. گفته گاه که قدر باد بوده قدر یخیم کده، خاتونم گفته که سمور باد قاده از ما امروز دیگه خیلی یخه مت باده طرفای از ما. خب دوستای عزیز دیگه پیش سال نو را و ماه مبارک رمضان را بلده تک تک شما دوستا بیننده ها ما تبریک میگیم، مبارک میگیم. امید که ماه مبارک رمضان را در خوبی جان جوری و خیلی خوب و عالی سپری کنین، بر کنین بخیر و سال نو را خدای سال نو را خوشبخت و نیک کنه. یک سال خوبی پیش روی همه ما و شما باشه. دیگه این سالم روزه دوستا مردی که دیگه پیش از سال نو ماد بخیر، سال دیگه جان جوری وقت خوشی باشه. این وقتا دیگه روزه دیگه دوستای خوب در این وقتا که هستن، گرچند فعلا دیگه این امروز که هستم فکر کنم روز دیگه من ده ماه مبارک رمضان در روزه. دیگه دوستای عزیز خیلی ها کلگی دیگه خانه برکدوی شستشوی دیگه موشیان جمع منن طول منن همه جا خلاصه تمیز منن، چون در سال نو که هسته کلگی دیگه موشیان و دیگه تمیزکاری خلاصه بگیم زیاده. دیگه دوستای عزیز ما هم دیگه کلگیش را از ما قدر زیاد نبود، چون شستشوی نداشتم. از کمپل و فرش و همه چیز را ما جدید گرفته دم دیگه. نفرم زیاد نیم، ایال نیم دیگه نشسته نشده. فقط همی در چا و دروازهای چیزا فقط ما پاک نبود که واده یک روزم در نیم روز اونا ما پاک کدم دیگه. یا چه بخیر. خب خانه شاری و شار و دهات خیلی فرق داره پاک دونجی. در افغانستان یا چه بخیر یا چه خیلی بخیر، واقعا خیلی خاطره خوب و خوش داشتیم و دریم کلگیمو دیگه. در افغانستان که بود یک ماه که در نوروز ممندک دیگه کلگی قدر با شوق خوشحالی دیگه. بعضی ها یک ماه پیش آمادگی میگرفتک، بعضی ها یک هفته یا 2 هفته پیشتر از سال نو شستشوی داشته گو تمیزکاری اونجا بود که خانه گلی بود دیگه. گو دیگه کلنش میگرفتی قچرهای پیشای خانه و قچرهای خانه رو میگرفتی سفید میکردی دیگه. اونایش که شستشوی بود در جای مو بردی مشوشتی یک جای دیگه. میکی جالبتر چی کدام بودک دوستا، ای که قافای خانه که بود گیلی بود، اینجا خواسته یا کاشی یا سیمری چیزایا، ولی در افغانستان که بود گیلی بود. میگرفتیم قاف خانه را قدی شرم از روی درست دیرشم دیگه باید بگیم، چون خاطره کلگی داره، تنها ما ندارم کلگی خاطره داره. قافی خانه رو میگرفت قدی گیله میگرفت غلبیل میکردی خاک را
باز مرافتی از آقیل دیگه کاسه ارمنی کونه، البته نوش نم کونهایش میگرفتیم و بردی پشت گوی گاو مرافتی در خانه، در این خانه هر کس که مثلا گاو داشته در خانهش مرافت که آب فلانی گوی گاو بدیم و امروز خانه برگده قفای گلخو قفای دالی از رگیل منی بازو آب فلانی هم گفت باش سر کو که گاو جرگ ده یا نگده دیگه مرافتی میورد بازم در خانه چون خیلی ما کم میگرفتک امی قفای دالی از مالی از را گلخو ملخور که گیل مکدی دیگه خیلی ما کم میگرفت. به خاطر واقعا یادش بخیر چه کنیم که تیر میشه، امی روزای خوب مگه واقعا خیلی زود تیر میشه دیگه. دوستای عزیز یالم دیگه آرزومونم که این سال نو را بخیر تیر کنین و تا سال دیگه سال نو را همیشه دلشم شاد، جانشم جور، وقتشم خوش باشه دیگه. در نوروز که بود یاد چی بخیر خیلی امی که شوق خیلی زیاد بود، یالی اصلا اون شوق که وقت بود یالی نیست دوستا دیگه. وقت که بود دیلی همه کلگی یعنی خیلی شاد بود، یالی دیگه همه خسته، همه غمگین، همه دور از دیار، همه مسافرت، همه امی که مسافر شدیم دیگه. بعضی نصف از مو رفت طرف پاکستان، نصف از مو رفت طرف خارج و نصف همه افغانستان ما طرف ایران دیگه. امید خلاصه تیت پرک شدیم دیگه، همگی خسته میشه، دیلی همگی خسته هم. بازم خیلی قوما دوستا نزدیک شیه خیلی خوشحالن، خیلی باز ما تو تیر مونند خوشحالی، خیلی هم ساچ تیرن مثل همیشه. مثل مو که مثلا ما خود جان امیالی از دوست، از فامیل، از خانواده، از همهش دوریم، واقعا خیلی دلتنگ میشم دوستا، خیلی دلتنگ میشم دیگه. یکی بعضیا چون اصفهان، تهران اینجا که هسته دیگه هم زبان و فارسن دیگه، همش فارسی هن، هم زبان آدم خیلی زیاد هسته. افغانستان افغانی ها مثلا خیلی زیاده، یکی آدم در بخوادم مثلا یک هم زبان یا هم وطن آدم است، آدم مقدر دیق نمیره امی مثلا خانهش بوری خانه یک دیخ بورو بیا گب قصه چیزا سال آدم تیره دیگه. دوستا ما در یک جای هستم واقعا چی طرف های از موقع هسته خانواده هم زبان یا فارسی زبان هیچ نیسته. بعضی ها شاید بلده کارگری، بعضی ها میه، بعضی ها نمیه، چون اینجا کسته خیلی گرمه نمیتونه همه تحمل کنه. به او خاطر دیگه دوستا اینجا کسته همهشی عربیان، عرب زبان از اونا کسته همهش عربیه. از 100% چی شاید بگیم 40% چی فارسی کم بفهمم، زیاد نمیفهمن، کم دیگه. به او خاطر دیگه ما کمی پشت نان مورم، دنانوایی یا پشت سودا مورم مثل گونگه، چون مام در زبان از یا نمیفهمم یام در زبان از من نمیفهمم، مثل گونگه وری در اشاره در بعضی هاشی که اصلا هیچ فارسی نمیفهمه کار مونم دیگه. بازم به هر صورت جان جوری وقت خوشی همه باشم دیگه. تنهایی واقعا چی خیلی سخته دوستا. ما اینی چند سال میشه از فامیل، از دوستا، از قوم همه دوریم، واقعا خیلی سخته بلدیم، خیلی دیق شدم دوستای عزیز دیگه. بازم جان جوری وقت خوشی همه خواهانیم، از خود خو از همه را دیگه. گب اینجای اصلا در این جایی که مستی این قدر مولگ دیقه دوستا دیگه. خودم خیلی دیق میشم، گلسون جانو خو ریزای و هم خیلی دیق میشه چون همسن سال چی هرچی باشه پیش خوبتره، ولی و هم کورشنم تنها هسته دیگه. و هم واقعا دیق میشه. بعضی موقع آردیم دیگه همیشه در خانه اینجا یک پارک مارک اصلا جالبی است که یک پارک مارک هم نیست که ما ببرم یک روزم گلسون جان ساچ تیرشنه یا از خودم تیرشنه دیگه نیست دوستو، اصلا خیلی دوره، باید کلان در شهر شه دیگه. اینجا که ممشی کلان دهات گفتم شه دیگه. دوستای عزیز بازم یک پارک مارک چیزا باشه ساد آدم تیرن. بازم دگاردیم قد گلسون جان همیشه این منج در خانه است، یک سودای چیزا در کار میشه، چند دقیقه موری بیرون پس میی ام سودار گرفته خلاصه پس میی دیگه. دیق میشی آردیم خیلی دیق میشی. محمد جانم بیچاره صبح خیلی وقت دم لازان که موره شو دم لازان پس میم
دیگه کار مونه بیچاره و هم تنها دیگه تنهایی واقعا خیلی سخته. خیلی از عزیزان میگم که از دوستای من خلاصن خوش به حال که تنهایی که گوشت و بیغم از این چیز و چیز دیگه هیچ وقت در تنهایی شوق نکن. وقتایی که بود دوستای عزیز ما خودم خیلی تنهایی رو خوش داشتم. خیلی میگفتم کدام روز خدا باشه ما تنها باشم، اصلا سر صدا نباشه، اصلا کس در بیخم نباشه، یعنی تنها باشم. یالی در آرزوی خم رسیدم و قدر واقعا خیلی سخته تنهایی. کس دوستا آدم حتی بخیر روانی میشه و قدر دیق و قدر دل آدم بغض میره. بعض روزا به خدا امی گلسم جان بیچاره که میشه و یمونه چون دلتنگ میشه، دیق میشه، هیچ خودم مفهمم خیلی دیق میشه دیگه. از خودم کدام کاری بر نمیاد خودم میشیم در بخش و یمونم خیلی دلم تنگ میشه دوستا. دوستا دیگه کاری نداریم. میگم آردیم قد گلسم جان بعض موقع اگو یک دیویی نی، بعض موقع قرار آردیم آهنگ داغ بینی، قرار یا رقص منی. چون زنا که هست دوستا نگفتنم نه امی زنا که دیق میشه دل تنگ میشه دیگه، یا قدرایش خود پیغام مونه، یا قدوی خود پیغام مونه، یا هنگش تبازی مونه دیگه. ما هم دوستای عزیز خود گنجم خبرم که بلاگ روزمره زندگی روزمره بلدشم جور منم دیگه. هم خوشی هم خدا دیقی و غم رو دور کنه، خوشی و همه خود دیگه زندگی روزمره بلدشم هم خوش بودم دیق بودم همه چیز بودم بلدشم ویدیو تهیه منم دوستا دیگه. به او خاطر گاهی رقص منیم آردیم قد گلسم جان چون خیلی دیق میشیم دیگه دوستا. از دیگه چیز که ده واقعا باز دل از مرکم بهتر منه، خوشحالتر منه دیگه. امی که ویدیو قبلی روش که دادیم دوستا امی گرفته دادیم یک دانه ویدیو از ده آهنگ غزلی هنردوست. ما آهنگش واقعا قشنگ بودک دیگه. امی تر یک بازی کردم دیگه در یوتیوب خماندم دیگه، خیلی هاشم شایدوش که داشتین دیگه. این قدر مردم گپای بعضی البته خیلی خلاصه خیلی گپای خوب بد میزنن مردم، ولی خیلی ها گپای زشت میزنن، گپای خراب میزنن، ولی نظر کلگیشون قابل قدر است ولی کس نمیفهمد، از دل آدم خبر نیست. خدای نخواسته ما رقاصه نیستم دوستای عزیز. امید بعض وقتا که خیلی دیق میشی دیگه صادق ترمونی دوستا. گفتم که ما زندگی روزمره که بلدش نشان میدیم دیگه. خلاصه هر رقم ویدیو مثلا از آشپزی و از بیرون موری یک ولاگ تفریحی خانه کارای مونی کلن چی بلدشمو میلوم دوستای عزیز. و یکی دیگه کامنت های خوب و بد میدین ولی بازم خیره. تشکری منم از کلگشم که واقعا حمایت منین و کامنتاشون قابلی قدر است دوستا دیگه. ما قدر دقیقا نیستم ولی دوستای عزیز دیگه عزیز یاد دیگه بیشتر چی بگیم دیگه. هر کس نظر شی دیگه، یک نظری خوب میده یک نظری خوب دیگه، نظر مثبت منفی داره خیره دیگه. ما قدر دقیقا نیستم یکی ده سوشال میدیا آمادی دیگه. هر رقم گپ رو باید تحمل کنی. خب دوستای عزیز دیگه واقعا دیگه میتونین خدا کنه شما دیق نباشین، شما همیشه خوشحال باشین، آرام باشین، جانشم جور باشه، وقتشم خوش باشه. در کنار عزیزا از خوشی دنیا کسته دو روزه دوستای عزیز اصلا فهمیده نمیشه. شاو میشه صبح میشه، شاو میشه صبح میشه، کلا عمر آدمی که تیر میشه. ولی دو روز دنیا که زنده هستی در خوشی بدون گپ زندگی را از دل و طریق میل و روش از خود خوکو، چون زندگی خود تو هسته دیگه. همیشه خوشحال باشین، آرام باشین، جانشون جور باشه دیگه. دوستا ببخشین ویدیو قطع شد دیگه. گلسم جان دو خانه خواب دادم، گلسم جان بیدار شد رفت مور چپ کردم پس خواب رفت دیگه. دوستا گپ دیگه خلاص هرچی بگیم گپ از دیقی دیگه. واقعا ما خیلی دیق شدم، خیلی دلتنگیم دیگه. همونی که دوستا دیگه اینجا گفتم که قنجقشون تنهایی مثلا دیگه، قوم و خیش و دوستا و خانواده همه دوره
دیگه در این تک و تنها دیگه واقعا خیلی بلدیم سخت تر میشه، خیلی دیق میشم دیگه دوستا. خب با اینکه جان جور باشه، وقت خوش باشه، قد بعضیا که میگم دیق شده، میگه خود دیق شده چهار دوانجا رفتی. خب دیگه دوستا این طرفا که هسته میکی خب بازم کاربار محمد جان که هسته همین جایه دیگه. این طرفا که هسته چون مدرک نداره دوستا، این طرفا از نگاه بیگیر و از نگاه از خیلی نگاه ها مقصد خوب است، از همه نگاه بگیم خوبه این طرفا، ولی یکی تنایم دیگه، هم زبانی هم وطنی چیزی نیست دیگه، واقعا خیلی سخت تمام میشه. بلدی من یکوان دفعه مثلا نمیگیم است مثلا از دوستا قوم هم نمیگیم نیست امی چی دیگه. خب امی هموطنا هست در امی دوروبر در طرفای کارخانه محمد، البته اونجا زیادن کار منن. بعض روزا که در مغازه و چیز اونجا وش منم اینقدر خوشحال میشم. اما آدم واقعا هموطن که وش منم هم زبان خوره خیلی خوشحال میشه دوستا دیگه. به او خاطر دیگه اینجا هر کس که میاد چون تاب نمیتونه زمستو زیاد میان، تایستو که هسته چون خیلی گرم میشه، واقعا و قدر گرم میشه دیگه، کس نمیتونه تحمل کنه. به او خاطر دیگه کس زیادی طرفا نمیاد دیگه دوستا. گذشته دیگه پایال هر چی بگیم دیگه. یک گفتنی درون بلده کلگشم هیچ وقت تنهایی که هست فقط به خداوند پاک میزیبه دیگه، به بنده هایش نه. بنده هایش باید قد خلق و قد دوستا و قومه و جامعه باشه، خیلی خوبه دیگه دوستا. کوشش کن که تنها نباشین، تنهایی رو هیچ وقت انتخاب نکن چون تنهایی واقعا خیلی سخته. به خدا بخی آدم را روانی مونه. چون ما جوالا خیلی تنها بودم دیگه، یالی که یک چینل یوتیوب بلدیخ جور کدوم، واقعا خیلی امی فکر و تمام چیزم خیلی خوب شده. یک وقتا خلاصه بلدیشون بگم دوستا به خدا بخیر دیوانه شدم، دیوانه اصلا. به او خاطر محمد جان بیچاره گفت بلدیخ یک سرگرمی جور که خود در یک چیز مصروف کو، ویدیو که سر میگد از مردم را، خیلی در چینل یوتیوب خیلی فعالیت میکرد، خیلی مردم ما روش میکردی که برنامه یوتیوب دارن مثلا خوب مصروفیت هایشی خیلی. مثلا این برنامه یوتیوب واقعا خیلی خوبه دوستا. ما از روز که در برنامه یوتیوب هم دوم واقعا خیلی خوشحالیم، خیلی هم ساعت تیرم. مثلا یک سرگرمیه موشه یک چقنای رای درآمد بلدیخ جور کنی دوستا دیگه. موشه یک خاطره از همه بیشترش یک خاطره بلدیخ جور کنی دیگه. بازم دوستا به او خاطر محمد جان یک سرگرمی بلدیخ جور که همیشه سرگرمش باشی، همیشه دیقیر احساس نکنی. به او خاطر ما یک دانه چینل یوتیوب بلدیخ جور کدم که امید که شما دوستا حمایت از واقع دریغ نکنین، واقع را حمایت کنین دیگه دوستا. گفتنی ها زیاد است ولی ویدیو نباید طولانیش نه دیگه. بلدیش یک کوتاه شعر هزارگی آردم، واقعا خیلی قشنگه، خیلی نوربنده. گوش کن، امید که خوشم باید دیگه. زایدیل البته پیشخونه در گوشی، از روی گوشی بلدشم میخوانم. دل ما عاشق دیدونی روی تو هسته، دل ما عاشق دیدونی روی تو هسته، ما کم بسته در تاری موی تو هسته. یگو رای تیر میشی از پیش آغیل، اون مو کچل مزایم شوی تو هسته. مفامم تغمنی قدوم چیم خو، البته موی بند دقم پی موی تو هسته. ارغایت کی تیر شدی مسکال کو علی، ارغایت کی تیر شدی مسکال کو علی، خانه از مو در روی تو هستم، خانه از مو در روی تو هستم. تو کی راضی نی از شوی پیر خو، تو کی راضی نی از شوی پیر خو، هر روز تاویز بله بازوی تو هستم. تو هم معلوم موشی نارو دخانه، تو هم معلوم موشی نرو دخانه، شکر بیکش که او پالوی تو هستم. نه تو جدا موشی از شوی سبیل خو، نه تو جدا موشی از شوی سبیل خو، دشان مدیل تو ده آردوی مو هستم. بیکار بودم قشر سات خو کدوم تیر،
علینک این جهانی خوی تو هستم. دیگه دوستا امید که خوش شممده شد تقدیمونم در کلکشم. امید که خوش شممده شد و پسند کنین و امید که آقا حمایت کنین و حمایت های خود از آقا دریغ نکنین. دیگه دوستا دیگه برنامه را بیشتر از این طولانی ننون. شکر که جورین جانشم جوره وقتشم خوشه. دیگه از زای دل خوش داشتین آقا را حمایت کن و ویدیوهای از زای دل بازدید تا حد را خوب نگره ولی لایک نمونین. ویدیو که سلمونین چند دقیقی مفهمم تا آخر شیر سل ننین ولی چند دقیقی که سلمونین خواهشان لایک کن ویدیوها را. دوست داشتین قد دوست شیر که نداشتین جانشون جور باشه. دیگه از زای دل چینل آقیق را که هنوز سابسکرایب نکرده سابسکرایب کن. واقعا ما در حمایت هایشون نیاز دارم. یکی در شغلم دیم در وظیفه کوچیکم دیم هیچ وقت هموطن خوره تنها هموطن نه همه در شغل در برنامه کسته هیچ وقت ناامید نکین. او قدر مشکل هم نیست. فقط هم ویدیوش که سریدین لایک کن سابسکرایب کن زنگولیش پچیق کن دوستای عزیز. دیگه بازم تشکری مونم از حمایت تک تکشم دوستا. دیگه بازم یک اول ویدیو تبریکی گفتم بازم آخری ویدیو آرزو مونم بلده کلکشم که سال نو و ماه مبارک رمضان دیگه انشالله اموات قرقره دخوشی جانی جوری تیر کنین تا سال آینده بخیر جانشم جور وقتشم خوش. دیگه دوستا پر حرفی نشنه ویدیو تا برنامه بعدی همهشون را به خداوندی پاک و بنیاز میسپارم. دیگه مواظب کلگی خوب باشین. روز خوب وقت خوش و حال دلشون خوب باشه. دیگه خداحافظ دوستا تا ویدیوی بعدی منتظر باشین. خداحافظ.